خوبی؟ آقا حسن سلام. خوبی داری؟ نه خوبی بسم. خبر خوبی؟ داری؟ بده. خوبی؟ میشناسی؟ چای بخور. چای خیلی میاد خانم؟ با خودکار قرمز؟ ها دموی. خود سواد نوری. خورمه بگفتی. خاطر نری بری معنا ترسون شما. سمیرا خانم. خب. من نگفتی چند تا رسید؟ اصلا معلومه کدوم زمینه داد یا همه زمینه داد؟ همه زمینه. هم دارم نیاز. سمیرا. خداحافظ. کار نداری؟ سلام. 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 علی خانم سلام. کجا میری؟ سلام لیلا خانم. خوبی؟ سلامتی؟ و استاد کجاست؟ نیست؟ استادم را دو پاش خیلی دردشه. آها. دریا رو آورد انگار ها؟ استادیان اودام خوشت بود. ببخش اینا هم ناقابله. ممنون دست دیدم پارسا اینا توشون سوخته دیگه آوردم واسه. یکی از مشترکامون هم پیام داده بود که یه مرغ واسه خروس بگیرید، یه مرغ هم آوردم واسه خروس. ممنون دست درنکنه. سلامت باشی. هستم اینجا. آره. خیلی ممنون دست درنکنه. زحمت ما رو دوست کنی. نه بابا اختیار داری چی کاری کرد. انجام وظیفه است. Kiş 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 kiş. فکر کنم خروسه با مرغ هنوز آشنا نشده. نه. مثلا نفت آوردی؟ الان تا خراب کنم بیرون. من این که مثلا سلام بیا. یعنی تو زن زمان
آقا حسن استاد کجا رفت؟ استاد رفتی دست میان منصوبه به خود خیلی میده پاشی دردیچه یعنی امروز نمیاد ساخت ساز کنه؟ نه خیلی پاش دردیچه برای دویدو برای چه لیلا خانم خسته نباشید. استاد امروز نمیاد کار کنه ها؟ امروز نه فکر نکنم. چرا پس؟ پاش خیلی دردیچه احتمال داره بخوام بسترین کنن سی پیش بجره. سمیرا رو چجور بود؟ سمیرا رو شب آورد یا صبح آوردش؟ نه همون دیروز شده خود تیمور رفتی بله. سمیران را اودامو و ده خوش را دیگه خبری ازش نشد؟ زنگش نزدید؟ نه ما ده گوشی نراشیم که هم نری بیچه میخواین زنگش بزنم ازش بپرسیم ببینیم کجاست اصلا حال روزش چطوره؟ یه زنگش بزن بهش بگم نکس. خب باش. استاد سلام. سلام. خوبی سلامتی؟ قربان سلامت باش. خوب هستید؟ میشناسیم حالا آقای اپراتورم؟ نه. ببخشید خانم لیلا اینا نگرانت شدن زنگ زدن گفتم میرن کجایی؟ چیکار کردی؟ نیومدی؟ بهشون گفتم که من میرم بیمارستان. خب من یه بستری کردم فعلا برای همین پام و اینا بستری هم. بستری کردم؟ آره بستری هم تا چند روز تا ببینم عکس بندازم و اینا ببینم پام خیلی اذیت میکرد. اگه اذیت میشین تا بیایم اونجا حداقل مراقبتون باشیم. نه فعلا دیگه اینجا دکترها اینا هستن دیگه پرستارا دیگه دارن عکس اینا میندازن. خب باشه نگرانتون شدیم گفتیم زنگتون بزنیم. باشه اختیار دارید از شما در نکنیم. بهش گفتم خانم لیلا سلامت باشید. بهشم گفتم که دیوارا رو آب بده. آره دیوارا رو آب داده. من اومدم اینجا دیدم تا نیستین. حال احوالتون رو پرسیدم دیروز نگرانتون بودم تا امروز. داداشیشین؟ ها؟ داداشی لیلا؟ آره داداشی لیلا. خب خدا خدمتم فعلا که من بستری هم حالا به شو زنگتون میزنم. خب باش کار ندارید. خب باشه خدا. سلامت باشید خداحافظ. استادم گفت بیمارستانم بستریم کردن تا عکس و امارای اینا ازم بگیرم. گفتن تا بیایم هم گفت قبول نکرد گفت نه. باشه دست در نکن. سلامت بشید.
خیلی ممنون، دست در نکنه. سلامت باشید. پارچمو استفاده می‌کنی. آره ناقابله دیدم سوخت. دست در نکنه. سلامت باشید. باسم امروز هوا سرده ها. جمیله خانم داری چی کار میکنی؟ ولی تو رو جمع میکنی؟ جمیله خانم مدرسه کنار خانوادت نیستی؟ ناراحت نیستی؟ سخت نیست؟ آفرین دختر خوب. حسن بفهمی دکورشون اصلا هوا داخل چطوره گرمه؟ ولی گرم داخل. در ببندم. سمیرا با سمیرا کنه. سمیرا بده تو داخل خالی بیا. دیگه بیرون هوا سرد شده ها؟ ها در خیلی سرد. دستی آشپزی کردن من خیلی سرد. باید یه کارش کنم. گفتم اذیت میشید.
مرتبا خواهد درست بشه تکمیل بشه هم مکافات استاد که اونجوری شد استاد خیلی زونیش درد اگه احترامونی تایم ساخت ساس تو که الان که دیگه داداشت تو داری زنگ بزن داداشت بیاد کمک تو دانشگاه نانو ملت داری یا نه اگر بگه. یه وقت اومه و مسترزه بشی گمتامه که خودش پیشنهاد داد گفت با هم بیاین بریم باش برین بهتر نیست تا اینجا معلوم نیست جایی داری یا نه اگه دانشگاهم میخوای یه روز باش بریم یا من برم دنبالش ببینم چه جور جایی خوشگویی هم سیزن میخوان نیاز کرد یه وقت دست سر نزه یه بله. خبه یه شجری سمیرا به داخل سرده سمیرا خانم سردت نی بیرون؟ خود در ببند سرده دارم تو بشی بریم بتیم کنی بشی سمیرا خانم درس نقشات تو چه مرحله ایه؟ درا ببند سمیرا خانم منم سردمه کی گفته؟ بلوتا رو جمع کردی؟ و مدرسه دوست نداری؟ رفیق نداری؟ دارم چند تا رفیق داری؟ 4 تا 4 تا؟ خیلی تو تا داییت دیدی؟ داییت دیدی که اومد پیشمون اینجا؟ ندیدیش تا حالا؟ تو که اصلا کوچولو بودی تو اصلا نبودی که داییت بود چی مدرسه بودی؟ نه مدرسه بودی کجا میشناسیش؟ همونسو بودم اگه الان بیاد میشناسیش؟ فکر نکنم بشناسیش اسمش فیلایی تو خیلی کوچولو بودی ها یاسون میاد لیلا خانم این پارچ هم دیگه نزدیک بخاری نذار دوباره آب میشه یعنی این پارچ هم کنار بخاری نذار آب میشه دوباره گذاشتیش پهلو بخاری اما چه سردمونه وسیلی نمیتد کن وسیله هم سردشونه
کجا؟ خیلی داره. سلام. سلام خوبی؟ سلامتی؟ سلام. خوبی؟ آقا حسن سلام. خوبی دایی؟ نه چه خبر خوبی؟ چی کنی؟ سلام آقای پراسو. سلام خوبی؟ زبانه سمیرا خانوم سلام دایی؟ بخیر دایی؟ یه داخل. خوبی؟ نشناسی پا؟ نشناسی؟ دایی کم بیا داخل بیا. هوا سرد. بیا داخل. چه خبر؟ استاد کجاست؟ استاد کجاست؟ استادم زونیش خیلی در چرا دویدو. و رفتارمون کار کردی نه؟ ها. بشی. هوا سرد بشی. چه خبر؟ حال هوای تو؟ سلامتی ممنون. من گفتم میره هوا سرد تا بره میشه ایگوی نه؟ تو چه خبر تو با چه؟ سرما ایره چی؟ چه آمده یا چه خبر چی کنم؟ تموم الان سکره الان هم بارنده نوبیه الان هم میتونه هوا سرده خب با این وضعیت سیکا با انجامش میدی چی خواستی گوشی های می سرما؟ باید تحمل کنیم سرما نه یه جوری تحمل کنیم نه نیخواد تحمل کنیم بیسه میرم استیتا جان کنیم تا با ما بریم نه بریم مسافر خونه جای جوریم استاد استاد خیلی مطمئنم تا 3-4 روزه نیاسته تو زنه استاد هم خیلی کمکی ما چی بیا بچی ما بیل کنیم بریم بدون ازازش با ازازش بجنیم بریم ازاز با تو خلنامه نشیسی؟ ها با کو خلنامه که مثلا نشیسی خب الان سیری که اینی چی رو بینه سرما سیری اون خمه خود الان تا ایت سوی درست کنم خیلی باش توی بوم هم بخیریم یه خیلی شرایط زندگی نیم میمیری نه؟ خب پدی استاد پاش دردم ها؟ ها پاش دردیشه به بیمارستان الان اومده از انگه زین؟ ها اپراتو زنیزه که بیمارستان اون کارو طولی چشی دارت نیست صحیح زنی ای کارش طولی کش شاید نکنه هر زنده اون داره بونه بیمارستان رفته برو نه اونم نگو نه خیلی استاد مطمئن یعنی؟ ها زونیش خیلی دردی شاید که نیستم گویی ساختمون آماده کنم زمستون یا نه؟ برای نوش کاری کنیم که در پاش دردونه دیگه گوشم بیا تا با مخوام بکنیم برای میشه یه نوز و بدون ازازش استاد خیلی به دردمون خیلی سختی چشیدیم استاد کمک موچه این تو چه هم وظیفه‌ش بدی خدا نیست مثلا حالا شام ای سلمامی بیاون اینو بدون امکانات با هیزم حالا 4 بارنده بود تیته برای هیزم بیار هیزم ترسو روشنی بود خود بچه کوی دیدونی چه روستایی ده با هیزم با این کاری سری بریم یه جوری هیزم سونه پشت سرین میرو واسه میرو ما بود درس معمولی کنه ولی رنجای کاریری کنه و جای چیز رو که شابه میشه میرو دست برد ممنون و غریبه هم چی بود دست در نکنه سوی و بعد 3 سال تازه پیدا تو شده مثلا یا میره بسی کن برن نه سوی بخیر چایی خیلی سمیرا خانم؟ نه سمیرا چایی نمیخواد چایی میره شکمه تا؟ سمیرا نه بگش کن سمیرا چایی نمیخواد بفرما سمیرا خانم سمیرا درس میخونی؟ کلاس هندونه؟ کلاس اولی؟ تنها دنیا نیومده بودی یا؟ بیمیری خب آقا حسن تو چه خبر؟ سلامتی خوش بگذاری رو خب سمیرا خانم چه خبر؟ سمیرا با من نبریم داخل شهر زندگی کنی؟ یا میخوای اینجا پیش مامانت بمون؟ پیش مامانت بمونی؟ اینجوری که نمیشه
بری با رفیقا با دوستات بازی کنی. وقتی هزمه وارده چهارتی هزمه که همیدونه بزن یا بخوری. نه بله. باش تو بگو میرم یادم لحظه بودم را آخر اصلا خود دیگه ببرم شد ایرین یاس خب پا خلامه چی گفتی نوشتی خلامت کنه خلامت تو چیزی نظرانه بی خلامه نوشتی بیار بشو کاره انا سهیه شمس ما بشو بیدور خوبی حسن بیار با خودکار قرمز دمی آموش نوشتش با خودکار قرمز نوشتش خب دیاد با ای استای کلیکی مکاشی چطور من حتی با ای خودکار قرمز تو خود سواد نوری خودمه بگفتی خاطر نری بری معنا تلسون شما رو بینی الان با خودکار قرمز تینه هر جا بوری قبولش نیکنه اصلا هیچ بوش برم تشک با چشم در میخ آشی پول میلی نداره استاد کن میلی استاد کن زمین کو زمینی فقط نوشته قبول دارم حالا دن دیگه نوشتم و یه امضا آموش هم مدرسه پاشه حالا ترین بود آموشی شاهده ها با خودکار قرمز نکد ملی نه اسم تو این خانم بدهی به خانم حسین پور این خانم حسین پور چیه؟ قبول دارم آقای حسین پور بده خما امضا چه اسم خما دومه نوشتم نه یه قبول نیست یعنی بیدم بودیم تشبر اصلا استاد چه یا خوش؟ خوش معلوم نیست کنه چی خب ما برای این بلیز پای نویسیش کنم بیارم میشه چی خوب بیرزن استاد حاضری بوزرش امضا کنه بنام همین امضا خشه با همین امضا که پیش کن باش خب مشکل نمیریم این قول نامنه با خون برم با خودکار قرمز نوشتی جلا خصوصا ما هیچ آدرس چی بهتر ندارم که وقت ما مشکل باید خیلی بیامسی شما رو میدیمت تشه اپراتور به گوشی سونو برام سیت داشته بود ولی ما دوست نارم شما میزنده به حال روز ایرو بود مهمه که با خون برم تو سی دست خالی اومم مهمه که با خون برم تو نرم توی روسین این چه حسین چون میدیره حسین دیگه خورنامه دام بام ازدواج شده ای آقا هر هفته یه روز دو روزش دیتونه ما هم بیم بخاطر که اضافه من ندون میا بود بدون ازازش برای ازاز یه سال دو ساله هم یه دو ساله هم ایره جا دامونه خیلی سختی چشیدیم کمچ موچه حالا گناه میتونم مثلا بحث سالشان پیدا کنم شما پاتون استف کرد نگین یا و بینی بود من دوست دارم شما برم شهر خواهم اصلا با اون دوی درسته بیرا اون راحت بود هر روز برم مدرسه بیا هر روز دات دویش نیره هفته یه بار مدرسه شما روزی نه تو همین دانشگاه خیلی تموم کو که دونسته بود یه درآمدی داری و هم حسن بعدی بریم بیمارستان دکتری کنیم حسن هزینهش خیلی بالا اصلا یه فیزیوتراپی حداقل خیلی با برم نه، فیزیوتراپی باید- خیلی دست کمش سیم پایلش با برم گو با اول عملش عملش نکنیم. کنیم اول عملش کنیم بعدش ایده با اون بریم داخل شهر کنم زندگی کنیم سیتینه یه با اون بریم شما من هم بریم ایده چی؟ فای لغمه نون درست کنم بخیر آخه بارنده داره جمع اعلام چیزه تا نمیزنی یعنی
خانم خب و نگفتی چند تا رفیق داری؟ چند تا دوست داری؟ 4 تا دارم. 4 تا رفیق داری؟ مثل خودت هم؟ نبریم بیرون دور بزنیم؟ نه. وایسی داخل سرت اخه برای کرو من اینو میخوام برم نیاز سیچه تا ایلو منو درست کنم بخیر خب با من نیه بریم داخل شهر زندگی کنیم من خیلی نیاز صبح نهار تبدیل استاد یه کار کرده ها؟ استاد یه دو روز استاد خواهی نکنه یعنی که ساختمون اصلا درش داشتی رو داشتی رو یه تو نه. پشت کلیم نخردی نه خود جلوش کلی خیره یه ایونی هم درست کنسی جلوش هدیکم خندره بکنم من زمین پشتیش مال خوش نی نه زمین پشتیش نمارتم کلام خلامه ایش نوشته سید اصلا معلومه که اون زمین داده یا همه زمین داده همه زمین داده هیچی نهاده به نصف زمینه 200 متر میشه گیدیم 200 متر زمین؟ حالا تو تبره بشی یه نهاری درست کنم نه کنم مقابره تبره کرم من شاید برو من چی کام میره چی کنی یا می بیابونه می سرما الان چه هوا سمیلا داخل تو اصلا یه هفته که مدرسه الان هم که میرم سرما با داخل بشه یه اصلا اصلا خوش باید جای گرم نرم بود تو می سرما می بیابونه دشتیش سیسه چه بود طوری نی حالا تو بشی تا های لغمه نون درست نیم که ای بخیلی 30 سال دیگه تو گشتن چلا مثلا بی ایجا آبم بی نیخوام نیاز تمام برم اصلا کار نداری عزیزم تبره کرم میخوام برم نیاز شبیدا داری کار نداری؟ به بوس بده من بیا دیگه سمیرانی از نکن دختر خوب خداحافظ کار نداری؟ با من دیگه نمیای تو؟ خداحافظ سلام سلامت اینجا با هم نیم بریم؟ بدون اجازه استاد نه خب باش خداحافظ سلام اصلا خداحافظ اصلا یه از مواظب اینه بود تا مستقل بیارم چی دیگه دا بسته مجران ضعیفم ضعیف ناراحت و بستمره من خیلی من شرایط سخت دیگه شکلم و یا میگه تا بریم بدون اجازه استاد هم میتونم برم باید خیلی ناراحت شم که یایی رو بگیرم تو ناراحتش نکن اگه کم بیایی سرمو بزنه من خوش نعمتی براش کسانست چداست شه اذیتی بود این همه رانه بیای رو به فکر ما بود یا به فکر دانشگاه و درسش بود دامو بی
زين شوري الان درگیری که ما تکنیم دا İtibar. Ya, ben de do. Tabii tavaş buraya bu bana te doydu. Mas gram her da azaz bir yan bad. Da ti gutsi. Baş bram ya ne. نه نی خبره ما خیلی چند سال خبرش نروشتیم نونیم اصلا کارستنیم الان از دو من هی درسی کنم معلوم نیست که درآمد داشته بیانه نه ازازه نیرم چی تبره اصلا یاد مویم رو چشمون زنبته داره یا نرام Ya bana çuma şibu. اخشا اورو من یه اینی بیفته دنبال تو هم و درسشو اینش از بیفته بازن یه آرام بیکاری بویا هم تخمون Ne dare? درسش حتی ممکنه مرد خروس خیلی باید آشنا و بینه خوبه خروس هم دیگه تنها نیست خیلی با کسوسی سمیانه سوسی رو ببینش ببینش سمیرا ای سوسی بیا برو او با اینه دوست که ازش داریم Sana bir söz.
look for the boat. Isus, Isus. Dur. Isus, ده بري 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 بري. بیا بری بیا. دوش بري. تاخذ الراس من تاخذ الراس من. دي اساس وين ما خلاص ما خلاص. عادي ما تروحوا بلي بلي لا بری بیا بری بری. بلي اینه این راست من بیا. چند تا نفر ستا. دخل بخوام ببینم این تان تاس میتونم. نه بچه. لا وش هذا وش مو في شاسي بيرش بس ما خاش بوشو بره يا سما تشدي شيخ قدام شديد تديني عم تداري ده. فهمت نبوش برامنش؟ قدام شديد. بشد. ويش طمع وبرجنة بس مثلا برجنة نيري؟ نه نه ما نه بیرون. سميرة؟ عمو برجنة؟ باخوش برده باخوش بردش؟ لا حسيتي بقى نگفتی برجنة بدون اجازه ما بوم بس بونو نشدی من بخوش چی شد؟ برجنة نامن زیرش بو برادر برادرت خودش گفته بود گفت میخوام ببرم نگفت بهت؟ گفتم بدون اجازه استاد نبریش با اجازه استاد گفت بودش شمارش هم ازش نگرفتی نه؟ نه شمارش هم یاد روش نشد دوباره منتظر باشی تا بیا با منتظرش بود تا بیا حسن یک دینی بیابون تا سبدین راست کنوسی مرجع واردی؟ واردی اونته که؟ یک دینی بیابون کار دمش کنم این واسه چی میخواه اختیاره ها؟
مرغل شو که بخوام اونشو داخل یا سردشونه بخاطر که چمن سرد اونشو داخل یا اونشو متقطع خون درست خیلی هم عالی. مرغ خروش هم با هم اخ شدن دیگه. آره با هم. Isso. ماشي زي برو شورو دستو بدیش برو بابا داری صاف کن میره برام باز موندرا کمی داره برو زیر ساعتی
بیا قلبی کاشت میلادم یاسا بخیر باش.